به شعر و شاعری قانونگر نیست، در اینجا دادخواه و داور نیست. ز هر جای به هر رای بخواهی بیا، زیرا در این منزل در نیست. درود بینندگان عزیز، برنامه پیراهه سبز را تقدیمتان می نماییم. امروز در میدان ادبیات تاجیک ایجادکاران جوان موفق خیلی فراوانند. عجیب این است که به این میدان سه بزرگمهر یک باره قدم نهادند و البته هرچند آنها هم نامند اما در شعر سبک و اسلوب الهیده خود را دارند و ما خواستیم هر سه بزرگمهر را در یک برنامه دعوت کنیم تا که بینندگان از سبک و اسلوب آنها باخبر باشند. و حالا ما برای شما این سه تن ایجادکار را معرفی میکنیم. بزرگمهر تاج‌الدین شاعر، مدیر شعبه اطلاعات و فرهنگ نشریه اتفاق نویسندگان تاجیکستان ادبیات و صنعت، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. بزرگمهر بهادر شاعر، سرمتخصص شعبه فرهنگ نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان روزنامه جمهوریت، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. بزرگمهر حکیم شاعر، کارمند مجله ملی صدای شرق. شما را به برنامه پیراهه سبز خوش آمدید میگیم. چون ما در این فضای صلح و امنیت نفس آزاد میکشیم، میخواستم در آغاز برنامه در ستایش این وطن دلربا از ایجادات خود شعرها قرائت کنید. مرحمت. خدا گلهای گلشن را نگیرد، به بخت مردها زن را نگیرد. هزاران سوسنی بیبو چی در کار، خوشا گر بوی سوسن را نگیرد. بدون شبگه بودن توانیم، ولیکن روز روشن را نگیرد. برای دیدن خورشید رویش اگر ره نیست روزن را نگیرد. بمان میرند مردان بحر میهن، بمان میرند مردان بحر میهن، زی مردان خاک میهن را نگیرد. برای معرفت یک واژه کافی است، دعا کن دانش و فن را نگیرد. اگرچه دوست دستم را نبگرفت، بگویم شکر دامن را نگیرد. مرا نشنیده باشد نیست با که، الها حرف دشمن را نگیرد. بمانم کاش در یاد عزیزان، به یاد حق بودن را نگیرد. تو را از من نگیرد ایزد ای کاش، زی تو ای کاش که من را نگیرد. آفرین. مرحبا. جشن میلاد بشر در فرودین تاجیک است. ریشه نخل تمدن در زمین تاجیک است. ملت ما از ازل نیکومنیش افتاده است، وین منش تا هست دینی راستین تاجیک است. ای که برده چاشنی از شعر ناب رودکی، کام تو شیرین ز لفظ انگبین تاجیک است. میبرد دست دعای مادر ما تیرگی، میبرد دست دعای مادر ما تیرگی. آفتاب صبح سیب آستین تاجیک است. دفتر تسخیر گردون ختم گشت و مهر شد، ماه شب روشنترین نقش نگین تاجیک است. با خط دریا قلم رو را معین کرده است، هر کجا آمو رود آنجا زمین تاجیک است. نخل سبز تاجیکستان وحدت است، تاجیکان را از دل و جان وحدت است. از زمین تا آسمان نظاره است، از زرافشان تا بدخشان وحدت است. بر سر ما 4 فصل زندگی، آسمانی گوهرافشان وحدت است. پا به پای هم به فردا می رسیم، دست سوی دست پیمان وحدت است. مولوی در مثنوی معنوی یک سخن دارد که ایمان وحدت است. تشکر. بسیار شعرهای خوب بود و بزرگمهر تاج‌الدین در یک دو بیتی میگویند که وطن چون دامن مادر عزیز است، وطن مانند بام و در عزیز است. مکن سنگ وطن را پیش پایی، که چون بالین به زیر سر عزیز است. بینندگان عزیز، برنامه پیراهه سبز ادامه دارد.
و نگفته نماند که هر سه بزرگمهر صاحب کتاب هستند و البته خوشبختانه کتاب های آنها در روی این میز هست. بزرگمهر بهادر صاحب دو مجموعه تحت عنوان همبال ترنه ها و بهار آوردن آسان نیست که من باور میکنم الکی خوانندگان خود را پیدا کرده است و بزرگمهر تاج‌الدین نیز صاحب یک مجموعه هستند با نام ساعت دیوار دل. اینچنین بزرگمهر حکیم نیز کتاب خود را تحت عنوان سپیددم آرزو به نشر رسانیدند که و البته خوانندگان خود را پیدا کرده است و بسیار نام‌های زیبا. میخواستم از بزرگمهرها پرسم که نام کتاب‌ها را کی انتخاب کرده است؟ نام کتابم را خودم انتخاب کردم، ساعت دیوار دل. در داخل مجموعه یک چهارپاره است که آن هم ساعت دیوار دل نام دارد و در داخل همین چهارپاره یک بندی هست که اینجا میخواهم بخوانم تا ساعت دیوار دل نام گرفتن کتاب برای تماشابینان روشن‌تر باشد. گرمی و نور زیبد من مجو، آفتاب و ماه با من میروند، خسته گردد ساعت دیوار دل، لحظه های غم که افزون می شود. اساساً همین یک عباره که در داخل شعر بود برای نام کتاب شدن سبب شد. ما باور داریم که الکی این مجموعه ساعت دیوار دل اخلاصمندان خود را پیدا کرده است و مرحمت بزرگمهر بهادر. نخستین مجموعه که همبال ترنه ها نام دارد سال 2016 چاپ شد و مجموعه دیگر سال 2019 بهار آوردن آسان نیست. نام هر دو کتاب هم از یک دو بیتی سرچشمه میگیرند که چنین است: دلی من عرصه سوز و گداز است، رهی مقصود من شیب و فراز است، بهار آوردن من نیست آسان، به مثل ترنه ها را هم دراز است. همبال ترنه ها اول نام گذاشتیم با اون خاطر که همبال ترنه ها یعنی همراه ترنه ها از بهار مژده بیاریم، البته بهار معنوی، بهار فرهنگ و بهار شعر. همبال ترنه ها من اصلا میخواستم همراه ترنه ها نام گذارم، لطفت که اینجا گفتند که همراه یک کم بیش خود درست است اما نزاکتی شاعرانه کمتر دارد. خوب است همین همبال ترنه ها کنیم. البته از راه دیده بال زیباتر بود به هر حال، برای اون همبال ترنه ها این نام انتخاب کردیم. بزرگمهر حکیم چی نظر دارند در باره انتخاب نام کتاب؟ در ادبیات هزار ساله ما چه دعوای شاعری کردن و صاحب کتاب بودن گپ آسان نیست. استاد میرزا فیضعلی و دولت رحمانیان یک روز تابستان پیشنهاد کردند که باید کتاب چاپ کنید. دیگر اون چیزی که داشتم از دوران بچگی و کودکی یعنی تا اون سالا گردآوری کردیم و برایشان پیشنهاد کردیم و یک چند نام‌ها نیز پیشنهاد شده بود از جانب خودم، از جانب محیط ادبی شهر وحدت نیست. مثلا شما تصور کنید که وقتی یک طفل در یک خاندان به دنیا میآید، هر نفری اعضای اون عائله میخواهد که به اون طفل نام همون اعضای عائله گذاشته شود، زیرا امید و آرزوی خانواده یعنی همه امید و آرزوی یک اعضای خانواده در همون نام یک طفل جمع بست می شود و نتیجه همین است: سپیددم آرزو. رمز آغاز راه است و یعنی که به همین دعا رسیدن و با همین نام به بنده فاتحه راه آینده، سفر من بعده بنده را دادند. تشکر و ما نیز تمنا میکنیم که سپیددم آرزوی شما هرگز شام نداشته باشد. و البته استاد لایق میگن که صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. یقینا برای در این سمت موفق شدن شما دعای مادران سببگار است و البته در جای بزرگمهر بهادر میگن که به مانند دل خود دل نیابی، چو حوله پدر منزل نیابی، نشینی با خردمندان دنیا، به مثل مادرت عاقل نیابی. و میخواستم که در ادامه این دو بیتی بازم شما در ستایش مادران شعرها خوانده باشید. پندت شده باعث سر بالای مرا، حرف تو نموده ره فردای مرا، لبخند تو تا ابد نماید روشن، ماننده آفتاب دنیای مرا. صدبرگ رخت گرفت خط آژن، رویت نقش است از زبور و ارژن،
تفسیر اگر کنند بیشک گردد هر اوجه اوژنگ تو صدها فرهنگ. کودک بودم تو نوجوانم کردی، راهی به جهان بیکرانم کردی. تا چون نگه تو دور پرواز کنم، در لانه چشم خود کلانم کردی. آفرین مرحبا. اولین شاعری که کودک او را همچون شاعر میشناسد مادرش است، چون که زندگی مادر همیشه شاعرانه میگذرد. زندگی مادر همیشه تلخ و شیرینی های شعر را در خود دارد. به همین خاطر ما هم یک سلسله شعرها، یک نه دونه چندین شعرها به مادر عزیزمان بخشیده که هستیم که چند دو بیت و یک شعر آن را من همین حالا قرائت میکنم. پشیمان گشته از دیروزم اکنون، لبم را از سخن میدوزم اکنون. همه سوزی دلم بیهوده بوده است، برای مادرم میسوزم اکنون. زی دلها کینه را مادر بروبد، غباری سینه را مادر بروبد. نه تنها گرد و چنگ خانه ما، غمی پارینه را مادر بروبد. یک شعر دیگر: ساعتی خانه ما خوابیده است، مادرم بی ساعت، مادرم بی تقویم. رفتن و آمدنی روز و شبش میداند، از رهی رفتن و باز آمدنی خورشید، گذری روز و شبش میداند. ذاتن و فلسفه زندگی را میداند، که برای دیگران زیستن است بی ساعت بی تقویم. همچون موهاش سپید روزی او اسپید است، به دلش عقربکی امید است. ساعتی مادری من خورشید است، خورشید است. مادر به خاطر به دنیا آوردن انسان با زندگی روبرو کردن او بزرگ است و این بزرگی جای عوض نکننده است و امروزها شاعر نیست که درباره مادر شعر نگفته باشد، نوابسته از آن که آن شعر در کدام پایه قرار دارد. و من نیز برای مادر خود چندی از نوشته ها دارم که میخواهم اینجا بخوانم برای تماشابینان عزیز تلویزیون تاجیکستان. مادر سلام سرنوشت، خاکی رهش خاکی سریشت. روزی سفیدم روی اوست، رویش کی باشد چون بهشت. مادر نمودی زندگی است، اصلی وجودی زندگی است. از بودن و نابودنش بود و نبودی زندگی است. مادر بهاری آرزوست، کویش دیاری آرزوست. در چشمش از دیداری ما برق و شراری آرزوست. مادر بسر به از سماست، زیباترین دادی خداست. هر کس بها دارد ولی مادر یگانه بی بهاست. مرا تا خانه مادر شتاب است، غمانی بی حسابم را حساب است. و پایش روزی سردم را رسانم، که او دلسوزتر از آفتاب است. به سیمای سمایی مادری من، به رسم روشنایی مادری من. جوانی را برای خواهرم داد، به تقدیر خدایی مادری من. دعا گوید که یابم عمری دیگر، چو سینا و سنایی مادری من. حدیثی دوستی خواند به گوشم، ز جامی و نوایی مادری من. برای آن که با دنیا بسازم، کند صبری جدایی مادری من. به حق باورش از من نبیند، هوسهای هوایی مادری من. کشاید عالمی دیگر برویم، بدان سان در کشایی مادری من. غم و شادی به هم دید و از این کرد، به هر دو خود فدایی مادری من. به مثل شعرهای خواجه حافظ، ندارد نارسایی مادری من. به مثل شعرهای خواجه حافظ ندارد نارسایی مادری من. در جای باز هم استاد لایق میگن که گر شاعران عالم یک جا مدیح گویند، یک بیت هم نارزد اندر ثنای مادر.
و واقعا اگر شب و روز در ستایش مادران شعر و ترانه ها بگوییم این کم است و البته میگذاریم از موضوع مادر به موضوع عشق، چون شما شاعران جوان هستید و واقعا میگن که شاعری به عشق مرغی به پر است و بزرگمهر حکیم نیز در یک بیت میگن که عشق مست قلب و قلب مست عشق، ماهی رود هوشم در شست عشق. و میخواستیم در ادامه برنامه در ستایش عشق و محبت نیز چند بیت قرائت کرده باشید. موضوع مادر و عشق توأمند. توأم به اون خاطر که مادر خودش سرچشمه عشق است. اگر زن و بانو را وصف کردیم حتما که ما مادر را وصف میکنیم، چون که زن مادر هم ما هم پرورده دامان مادر هستیم. دنیا به نوبت است از من خبر بگیر، هر لحظه قیمت است از من خبر بگیر. دیدار تو مرا بال و پری شود، چشم تو دولت است از من خبر بگیر. فردا که هست و نیست از ما نهان بود، هر دم امانت است از من خبر بگیر. در باغ زندگی هر روز گل کجاست، در باغ زندگی هر روز گل کجاست، فصل محبت است از من خبر بگیر. در بند دستی من ساعت دلک زند، کوتاه فرصت است از من خبر بگیر، از من خبر بگیر. ثنایی غزنوی نیز در یک غزل میگوید که چون درد عاشقی به جهان هیچ درد نیست، تا درد عاشقی نچشد مرد مرد نیست. آغاز عشق یک نظرش با حلاوت است، انجام عشق جز غم و جز آه سرد نیست. مرحمت بزرگمهر حکیم. دولت رحمانیان میگویند که من که از روز ازل جایزه دار عشقم، دل نشان است که بر سینه ام آویخته. یعنی برای یک انسان فکر میکنم بزرگترین جایزه عشق است و بزرگترین عنوان نیز عنوان عاشقی. چشم تو مرا سوی خود آواز کند، ابروی تو بر اشارت آغاز کند. خواهم به هوای بوسه من هر صبح پروانه لبهای تو پرواز کند. بهترین. دل گشت زی روی یار روشان روشن، چون خاتم انگشت سلیمان روشن. اون روز که خورشید صفت کرد طلوع، آن روز که خورشید صفت کرد طلوع، جانم شده است یک بدخشان روشن. خب و اینجا میخوام غزل دیگر را نیز پیشنهاد کنم که به موضوع عشق سازگار است. گل فروش ساحل ورزاب رود، دست می افشان با گلهای زرد، دردها را دسته دسته می فروخت، شادمانی می خرید از اهل درد. عکس گلها در چراغ چشم او، شعله ها از انتظاره داشتند، دستهایش همچون مرغان هوا بال افشان بهاری داشتند. گل فروش آگه نبود که این شهریان لاله و صدبرگ صنعی میخرند. 4 فصل سال با عنوان گل، پاره کاغذ به منزل میبرند. در نگاه خسته او آفتاب همچو گلهای کفش پژمرده بود، همچو گلهای کفش پژمرده بود. ته به ته میریخت از دستش به خاک، عشق اندر برگ گلها مرده بود. سلام باشید. و واقعا بیشتری اشعار شاعران را موضوع عشق و محبت فرا گرفته است. میگن که بهترین گنجی که آدم یافت گر سیم و زر است، بهترین گنجی که گم کرد او محبت بوده است. بزرگمهر تاج‌الدین در ستایش عشق و محبت چی میخوانند؟ گابریل گارسیا مارکز میگوید انسان‌ها میگویند که در پیری دوست داشتن را بس میکنند، برعکس آنها از آن پیر میشوند که قطع دوستداری میکنند. این گفته همین معنی را دارد که انسان تا دم محبت دارد او جوان است، او به زندگی و دنیا دل گرم و نگاه آتشین دارد. هر کس به طور خود عشق را میفهمد و به آن میگرود. شاعر شعر می نویسد، خواننده آن شعر را می خواند که هر دو هم عاشقند. اینجا می خواهم برای تماشابینان چندی از دو بیتی و روبایی های عاشقانه خود را بخوانم. دلت را تنگی دنیا مبادا، در آن جز عشق من سودا مبادا.
همه شب را سحر بادا بزودی شبی موی تو را اصلا مبادا بیمان نوروز من روی تو باشد نشانی بخت من بوی تو باشد بیافشان شعر از مویت که امشب شبی ایجادی موی تو باشد پس از او یار در دنیا نکابم شب و روزان بکابم هم نیابم به دستم داد دعوتنامه توی جواب نامه های بی جوابم خواجه حافظ میگوید که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است در جریده عالم دوام ما. واقعا محبت میتواند که نام انسان را در جریده عالم دوامناک بکند. البته میتواند محبت به کتاب نیز باشد و اینجا من میخواستم که دایر به آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است کمی صحبت داشته باشیم و به بخت ایجادکاران جوان با این آزمون یک نامیناسیون دیگر ضم گردید، نامیناسیون شاعری. واقعا برای یک شاعر دشوار نیست که در تمام همین ژانرها شعر بنویسد و در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت بورزد. البته چخیلی که شما گفتید باید کسی که میخواد برنده شود در همین بخش او باید در تمام ژانرهای شعری آگاه باشد و در همون ژانرها نمونه ها ایجاد کرده باشد و این درست است. در شرط آزمون همین درج شدگی است و در نظامنامه آزمون هم این وارد شدگی است. من چی گفتنی هستم این چیز برای ادبیات ما برای ادیبان ما نو نیست چون این سبقت ها در ادبیات کلاسیکی بوده است. ببینید در اون حکایه ها در اون قصه ها مخصوصا اگر شما چهار مقاله دولتشوی سمرقندی خوانید در اونجا همین سبقت ها بوده است که یک گروه شاعر یک شاعر دیگر مثلا ملامت میکنند یا ایراد میگیرند که تو داستان نوشته نمیتوانی تو تنها غزل مینویسی و مینشیند ثابت میکند که داستان هم نوشته میتواند یا که میگویند که تو دویم داستان مینویسی غزل نوشته نمیتوانی و مینشیند غزل مینویسد. یعنی که همین خیلی سبقت ها بوده است و این برای ادبیات ما سابقه دارد. من فکر میکنم شاعران جوان ما هر کس که میخواهد همچون شاعر جوان خود را معرفی کند باید واقعا هم از تمام ژانرها آگاه باشد. برای من این بسیار بخش خوب است. این نامینات خوب است و من فکر میکنم همچون اشتراکچی که تجربه اشتراک در این آزمون در این بخش را دارند بزرگمهر حکیم اندیشه‌هایشون را بیان میکنند. وقتی که پرزیدنت کشورمون همچون یک پرزیدنت مردمی با امر دو آزمون جمهوری یعنی تاجیکستان وطن عزیز من و فروغ صبح دانایی امضا کردند که این هم یک دلیل مردمی بودن ایشان بود. در سال اول برگزار کردن این دو آزمون اکثر این پرابلم ها حل شد و اکثر سخن اون مردمی که دعوا داشتن نسل امروزه تاجیک کتاب نمیخواند باطل برآمد. زیرا اون قدر اشتراکچیایی که در این دو آزمون اشتراک کردن مخصوصا در فروغ صبح دانایی که بعداً فروغ صبح دانایی کتاب شد به این بحث ها نقطه گذاشت. اون قدر جوانایی که شرکت ورزیدن اون قدر کودکایی که از باغچه آمدن اون قدر افسانه اون قدر چیزای خواندن کس در حیرت میماند. حتی کودکایی بودن که از حافظ و از کلاسیکان ما دسته شعر از جد گفتن. یعنی که مردم ما حالا هم از کتاب جدا نیست زیرا که از اول با کتاب بوده است از دور اوستا و تا امروز. رفت آزمونی که سال گذشته ما در اون شرکت داشتیم پیشنهاد یک دسته شعرهای ما و قرائت چند اون شعرها در صحنه بود و از روی اون چیزی که ما داشتیم و پیشنهاد کردیم هیئت حکمان برای ما بهاگذاری میکردند و اما امسال فکر میکنم که به طور دیگر صورت میگیرد. شرطایی که هستند برای یک جوان نو به ادبیات وارد شده شاید تا یک اندازه دشوار نیست باشند. اونگونه که بزرگمهر گفت که مثلا این چیز برای ادبیات تاجیک نو نیست، درست است نو نیست اما میتونه تا یک اندازه خیلی دشوار باشد. همچون یک جوان باور دارم که نفرانی که در این آزمون شرکت می‌ورزند و از برگزاری این آزمون و از شرط‌های این آزمون یک سال قبل آگاهی پیدا کردن فرصت دارند برای تکمیل دانش فنی خود مخصوصا درباره شعر اون شرط‌هایی که پیشنهاد شده است میتوانند غالب بیایند و استعدادهای نو نیز کشف می‌شود. ما نتیجه این آزمون رو در سال 2020 انتظار هستیم. فروغ صبح دانایی کتاب است نه تنها یک آزمون است فراتر از آزمون است. هر سال ما آن را با انتظاری های زیاد پیشواز میگیریم.
یکی از طلبات‌های این آزمون چطوری که شما گفتید شاعری است، شعرنویسی است که شاعر باید در ژانرهای گوناگون شعری ایجاد کرده خود را پیشنهاد بکند. باید شاعر خوب در ژانرهای گوناگون شعری، در ژانرهای زیاد شعر گفته تواند و همین آزمون در برابر آن که چنین شاعرها را رونمایی میکند برای مردم، نوشتن شعر را در قالب‌های شعری که امروز کم کار گرفته میشوند جلب میکند، به مانند مخمس، مستزاد، داستان و دیگر ژانرهایی که در ادبیات کلاسیک تاجیک زیاد استفاده میشدند و امروز کم و بیشتری شاعران از آن ژانرها استفاده نمی کنند در نوشتن شعر و همین آزمون برای باز معمولتر شدن ژانرها خدمت خود را رسانده می تواند. باید یادآور شد که شعرنویسی برای شاعری امروز مشکل تر از آن است که برای شاعر دیروز بود، برای آنکه امروز شاعر باید در قالب شعرهای سنتی، در قالب شعر نو سخن بگوید که شاعران پیشین نگفته باشند و یا اگر گفته باشند باید به طور دیگر گفته شود و وقتی که شاعر توان دارد، وقتی که استعداد دارد، وقتی که موضوعی مشخص و ضروری را برای شعر انتخاب کرده می تواند، برای او مشکل نیست که این موضوع را در کدام قالب شعری بریزد. برای آسان است چه در دو بیتی، چه در رباعی یا غزل، دیگر نمودهای قالب شعری. و از این آزمون همه ادیبان، خوانندگان، علاقمندان کتاب به خوشی استقبال کردند. برای آزمون فروغ صبح دانای کتاب است تمام زمینه ها فراهم آورده شدند. یعنی برای در آزمون شرکت کردن هر کس می تواند که کتاب یابد، خواند، وقت جدا کند و از هر جهت برای در آزمون شرکت ورزیدن خود را آماده کند. نشر و بازنشر کتاب‌های ضروری از ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک، از ادبیات همزبانان، از ادبیات جهان، معرفی چنین کتاب‌های تازه نشر در شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی، در مطبوعات، خوانش‌های رادیویی که از نمونه‌های بهترین انتخاب می‌کنند برای شنونده ها، در تلویزیون ها برنامه ها پیوسته وابسته به این آزمون پخش می شوند. همه این خواننده را از چهار سو برای جستجوی کتاب، برای دریافت کتاب، برای خواندن کتاب روانه می کند که فرجام شرکتی فعالانه است در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. تشکر میگویم برای اندیشه های سازنده و تشکر میگویم برای اشتراکتان در برنامه پیراهای سبز. بینندگان عزیز، صحبت داشتیم با سه تن ایجادکار: بزرگمهر تاج‌الدین، بزرگمهر بهادور و اینچنین بزرگمهر حکیم. و بار دیگر خوش آمدید. شاعری هم بر مثل معماری است، زندگی را هر نفس دیگر کند. اهل جان را دوستر از اهل جان، عاشقان را باز عاشقتر کند. با امید آن که روزگارتان همچون شعر زیبا باشد، برنامه نوبتی پیراهای سبز را به پایان میرسانیم. تا دیدار دیگر، سعادتمند و کامگار باشید.